کسانی که سونشنی باتریش ضررش نول میشود همین ویدیو رو ماکسیمالی به همونو روان کنید. عزیز برای شما یک ویدیو فایده‌مند لایو خدمت شما میتونم. چون عزیز شما در خونه سونشنی پنل دارین باتریتون 0% میشود. یعنی که باتری 0% میشه ممبرکو همون حالت ده برای شما ضرر دادنش نشون میدیم چه ضرر دادن در کار. نصوری که اینورتر میدونیم چون عزیز در اینجا اینورترمون 6000 کیلووات کنوپکای چهارمگیش جقیده میستیم نصوری که شوی میشود. خب سیمگیش میجقیم 02 03 05 میشود. 05 در لیپ ده میمونیم چون عزیز نگاه کنید وقتی که لیپ ده میمونیم بعد BMS سال میتا مثلا اینا فعل اوسه میشود لید так لیچور لیپ میشود لیپ به میبروه هم خالد ده میمونه همیدا так چهارمگیش میجقیم مرگت میکنم بعد یکمگیش یه میجقیم نصوری کش میستاد نگاه کنید ضررش 0 ضرورت که پنل هم میکشیم سیت دولتی باشه سیت دولتی هم که گیرونش میکنیم میستیم بعدی یک دقیقه پس خودش اتوماتیک گیرون میشه همین خیلی مرگت کردن میسته ممکن کمتر زیادتر هم باشد یا خیلی وقتا پون ضرورتش تا آخرش مردگی باشه وقتی گیرون نمیشه اما خلاص هم خیلی گیرون کده قپیده بستن میشود اگر افتاب ناز برای ای پنل قوا خشور بیاد پنل هم ضرر بیتن میشود سیت دولتی نباشه ای پنل هم میشه دوزید هوا برای تومانه قوا کم میبینیم به حساب همین اسید دولتی ما ضرر داده میتونیم یک دقیقه جدید میکنیم خداخواد گیرون میشه ذخیرش 15 کیلووات ضررش 9 شده گیه افشیم دیگه قوا نمیگیره نصوریکش لیپ ده میمونیم بعد خداخواد ضرر گیره سال میشه حاجید یک دقیقه جدید کده میستیم بسیار کس زحمت میکشد ضررش نول میشود دیگه ضرر گرفتن نمیتوند همین حالت ده همین نصوریکه را طوری کرده بمونه میشود این نصوریکه هم بیشتر میشود وقتی که ضررش 50% 40% میشه کلات کلان استفاده برده سیستم مارکت میکنه میمونه گیرون میشود همون حالت ده اصولی بمونه هم میشود لید دامونه میشود این وزیر وجه باتری مارکت کرده شده است سیتی دولتی هست پنل رو ما کشیدیم هوا ابرای به حساب همین پنل رو ما کشیدیم دیگه سیتی دولتی ضررش میدیم وزیر میخوای بیسته خب اینا وجه پیوست شد اینا دوستان عزیز ضرر گیری سرشید اسید دولتی موضوع پنل رو کشیدیم اسید دولتی ضرر گرفته شده است خب اینا باتری وجه درش رفته میگیره وجه اینا 29 امپر قریب 30 امپر اومده است ساعتش اسید دولتی هم خیلی دوستان عزیز ویدیو فایده‌مند برای شما هست همین ویدیو رو ماکسیمالی پام کنید کسانی که سونشنی باتریش ضررش 0 میشود همین ویدیو رو ماکسیمالی به همونو روان کنید لایفا که فایده‌مند میشود دوستان عزیز ایبان یک 3 دقیقه گذشت یک فایده دوستان عزیز اکنون باشد حاضر ما ضرورت دولتی را میکشیم بعد پنل را گیرونش میکنیم ای پنل ضرر گرفتن سر میکنه خداخواد مقصد یک فایده بگیره بعد سر میکنه خداخواد وقتی که ضررش نور شود نه ای دولتی میگیره نه ای سونشنی نه سلوکش نمیدونیم همون لیپ میمونیم بعد به مالو خداخواد رفتن میگیره ضررش این هم که دوستان عزیز اینا ضرر گیره سر کرد ای پنل اینا ضرر گرفته شده است باز میبینیم که ای پنل رو چند آماده است ای پنل رو اینا 2.5 کیلووات آماده است یک افتاب بر اومده است تومان شده است هم کلیش است اینا قریب 2.5 کیلووات 2.5 کیلووات زیاد درجه آماده است رو 10 تا پنل موندگی دوستان عزیز هم کرده ضرر گرفتن سر کرد اکنون با نصوریکش و جاش میمونیم کلوپکای چهارمگیش جقیده میستیم یک تا دو تا سه میشود بعد اینا 05 لیپ میگیریم کلوپکای چهارمگی را میجقیم انا اکنون پیش میریم لیده اوسه دامونه هم میشه به مالو خداخواد انا اکنون چهارم کلوپکای را میجقیم سخت میشود یکم کلوپکای را میجقیم میبریم میروه تمام دوستان عزیز کلوپکای پایانگیش یک تا جقیده گیرونش میکنیم خداخواد بعد خونه سوید رفتن میگیریم شما به مالو این دوستان عزیز سرسید این یک فویس استود است وجه ای پنلو 52 امپر آماده است ویدیوی فایده‌مند فقط برای شما درباره سونشنی پنل بسیارتر معلومات داشته باشد رقم ها در زیر نوار 987 17 90 95 سونشنی پنل هست به مالو زنگ زده مراجعه کردن گیرید همین خلاص بسیار مردم نمیشود زحمت نکشید همین ویدیو را به همراه روان کنید